سلام خفن، حالتون چطوره؟ امیدوارم که مثل همیشه عالی باشید. اومدیم با یه بازی ویدیویی که کامل تمامش نشه میریم برای توتالیال بازی ببینیم چه خبره. میگه اینجوری باید بگی او مشخص میشه که به کی میخوای پاس بدی. اون که این میگیم جلو، یه پاس برای این بر، شوتمون هم مشخص شد. خب تب تو شات باتم، شوتو میزنیم مستقیم میره، خوب است. میگیره یه پاس به این یه دوباره دستی بازی کنیم، پاسکاری میکنه این بازی کن از همونجا یه دفاعه بازی تنه میزنیم. خوبه یاد گرفتیم، شما هم یاد گرفتید این که داشته باشیم. من میخواشیم دست میگیریم. چه سرعتی دارن این بازی کنیم، یه لایی میندازی یه دونه رد یه شوت اوت میشه خیلی نمیدونم چجوری اینجوری شد، ولی یه تنه چجوری وصلات کنیم. خب اینجا دو تک میرسه، وای خوشگل میشد نشد. بودی یه پاس یه دریب زیدانی میدنه میچرخه و شوت در بازیه. من تنه سکر قارپوز دوره از این بر ضربه رو میده که قارپوز توی گل که قارپوز چرخ رونالدو این مکی رفت اصلا کردیم دعوه شد اوه اوه اوه
میکنم به بازی. این بازی پاس یه پاس نمیدونم قانون بازی چجوریه ولی خب هرجوریه ما فعلا جلو. یه تنه به زمینم تو میگیره آفساید. نمیدونم آفساید چجوری شد ولی آفساید. دوباره رفتیم برای مرحله دوم که نیمه میریم برای مسلم تا بعد پاس میندازه توپ دست بازی کنه این ماه یه دیریب زایی داریم میخوام همونجا بشودم نذاشت تو میگم که میگم محکمتر این به صحنه اصلی یه دونه زدم درست سرمش اصلا خودم دوباره زدم این رفت سکند زدم دیگاه بود اوید آقا تو میکنه بازم توپ دست میری از همون دوباره یه پاس از دور بشود ببینم نمیشه ولی مثل اینکه گل شد داره نمیدونم چی شد ولی خب یه چیزی شد گل نشد نداشتم گل شد دیگی تنه بزن اولیشم با چوب بزن تنه میزنه حالا یه پاس به بیرون از پشت محبته همه با هم تو زمین باشیم آفسایده چه شوتی میزنه این بازیکن تو بر میگرده تو زمین خودشون اینجاست که نیمه دوم هم تموم میشه نیمه سوم نمیدونم والا بازی چند نیمه است همون میگیم که داشته باشیم این لایی میزنه یوپس نیمه سوم تنه رو میزنه همه با هم چه سر برمیگردونه بگیریم تو میگیره از همونجا یه میتونی نشونه گیری درست بگیری راحت از وسط زمین هم میتونی بگیری میرسه دست در بازی کنه از همینجا اصولا به عقب خانه میزنه آفر دور بکنی نکنه اینجاست که بازی تمرین میشه رنده سوم نفس سوم نیمه سوم آخرین نیمه بازی امیدوارم که لایک کامنت و سابسکرایب کرده باشید و بیشتر از اون دوست داشته باشید خیلی دوستتون دارم فعلا خدافظ میریم تا یه بازی خفن دیگه براتون بیاریم فعلا